سلام دوستان، سجاد هستم و توی این کانال قراره که در مورد آلمان و سئو و عرض کنم خدمت شما که مهاجرت کاری صحبت کنیم و همچنین یه سری موارد راجع به اداره ها و در واقع کارهایی که بعد از مهاجرت توی آلمان نیاز هست انجام بدیم که خودم یه سریاشو انجام دادم و یه سریاش به مشکلاتی خوردم و درستش کردم رو هم قرار هستش که صحبت بکنیم. توی این ویدیو میخوام در مورد مهاجرت کاری به آلمان و این مدلی که در واقع خیلی دیگه هم اقدام میکنن با شما صحبت کنم. خیلی ساده اگه بخوام توضیح بدم، این مدلی که در واقع مهاجرت کاری از اسمش هم معلومه دیگه، شما یک جاب آفری رو پیدا میکنید و به روش‌های مختلف ثابت میکنید که شما گزینه مناسبی برای اون کار هستید و بالاخره بر اساس اون کار میایید به آلمان. حالا در واقع شرکت اسپانسر شما میشه و شما میایید به آلمان یا حالا هر کشور دیگه ای. بهش میگم قاعدتا مهاجرت کاری. حالا من اسپسیفیکلی قرار هستش که راجع به آلمان صحبت کنم چون خودم هم اینجا هستم و در واقع قوانین اینجا رو بهتر بلدم و خب خیلی سریع اگر بگم اولین در واقع اولین کاری که باید بکنید برای مهاجرت به آلمان یا مهاجرت به کشورهای دیگه این هستش که رزومه کاریتون رو ریوایز کنید. من پیشنهادم این هستش که ویدئویی که در واقع علیرضا لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم در واقع راجع به ریوایز کردن رزومه و موارد دیگه صحبت کرده رو حتما ببینید. اطلاعات خیلی مهمیه و خیلی بچه‌هایی که تموم شدن و مهاجرت کردن تقریبا در واقع یعنی در واقع ناخودآگاه هم شاید این اتفاق بیفته که این کارها رو انجام دادن ولی اطلاعاتی مطمئن نبودن که انجام دادن. به هر حال اولین قدم اینه که رزومتون رو بهتر کنید و رزومتون رو بهتر کنید یعنی اینکه رزومتون رو بستگی به سینیور بودنتون داره، چقدر سینیور هستید یا ولی خب قاعدتا رول آف تام بشینه که بیشتر از 2 صفحه نباشه، چون حالا 2 صفحه هم خودش حتی جای سوال داره. ولی خب اینو در نظر بگیرید که در واقع یک آماری منتشر شده بود که معمولاً شما 6 ثانیه زمان دارید، 6 ثانیه و حتی کمتر، برای اینکه اون کسی که اگه در واقع ATS رو رد کنید، یعنی در واقع اگر مرحله تایید ربات رو مثلا بگیم رد کنید، 6 ثانیه وقت دارید که اون شخصی که داره اسکرین میکنه رزومه شما رو داره بررسی میکنه اون رو تحت تاثیر قرار بدید. پس فکر نکنید که رزومه هرچی بیشتر باشه بهتره، که قطعا اینجوری نیست و رزومه خود من 2 صفحه بود و بعد از اینکه رزومه رو نوشتید شروع میکنید به اینکه بریم مرحله بعد. و بعد از اینکه رزومه رو نوشتید شروع میشه مراحل دیگه که در واقع مراحل دیگه میتونه اینها باشه که ارسال رزومتونه. قاعدتا توجه کنید که خیلی در واقع بررسی رو بکنید قبل از اینکه رزومتون رو
به مرحله میگم اون ویدیو علیرضا حتما باید ببینید، چون اصلا ویدیو من هدفم این نیستش که روش رزومه درست کردن رو صحبت کنیم، چون خیلی پروسه خودش یه پروسه سختی میتونه باشه و بالاخره بعد از اینکه رزومتون رو به اون حد خوب رسوندید، رزومه رو در واقع حالا با سایت هایی که هستش برای آلمان اگر من بخوام خدمتتون بگم اینه که اگر شما زبان آلمانیتون خوبه که خیلی عالیه، اگه نیست قاعدتا با لینکدین و حتی من یه سری جاب دیسکریپشن هایی که آلمانی بودن رو میومدم ترجمه میکردم، خب ولی جواب نمیداد قاعدتا وقتی آلمانی نوشته من زبان آلمانی خوب نیست، قاعدتا وقتی آلمانی نوشتن دنبال آلمانی هم هستن، دنبال اسکیل زبان آلمانی هم. به هر حال میخواستم اینو بگم که اگر زبان آلمانیتون خوبه سایت استپستون رو حتما بررسی کنید، چون یه چیز تو مایه‌های لوکال خودشونه و بیشتر شرکت هایی که دنبال نیروی کار آلمانی هن اونجا جاب یعنی پست میکنن آگهی هاشون. ولی در کل برای خود من از لینکدین در واقع تموم شد و کارام رو انجام دادم و بعد از اینکه شما مراحل مصاحبه و اینها رو رفتید که حالا یه ویدیو راجع به اون موارد میسازم، میرسه به مرحله‌ای که شما دیگه باید ویزا بگیرید برای رفتن، برای اومدن به آلمان، که ویزا رو هم توی ویدیوهای بعدی من میگم. خیلی بیریخ شدم من، ریش ندارم و به خاطر نوامبر ما ریشو زدیم، نوامبر شده. خلاصه مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. ویدیوهای بعدی راجع به تایپ های ویزایی مثل بلو کارت و اینها خیلی زیاد میتونید صحبت کنید، ولی من قراره که تجربه خودم بیشتر بهتون بگم و اینکه سفارت در واقع درخواست‌های زیادی از من کرد برای تامین اجتماعی و این داستانا که به نظرم خوبه که بدونید، ولی کلیاتش رو میتونید خودتون هم در بیارید. لایک کنید و ساب و ویدیو بعدی میگیرم.